اگه ویندوز شما هم بعد از 2 یا 3 بار اشتباه وارد کردن پسورد قفل میشه، این ویدیو برای شماست. این رفتار مربوط به اکانت لاکاوت پالیسی هست. همان پیغام طولانی که میگه حساب شما قفل شده. سلام، من علی هستم از کانال سیاه‌پوش. اگه شما هم بعد از آپدیت جدید ویندوز فقط با 2 یا 3 بار اشتباه وارد کردن پسورد با این پیغام طولانی مواجه میشید که میگه The referenced account is currently locked and may not be logged onto. این ویدیو دقیقاً برای شماست. این مشکل هم برای من پیش اومد، هم برای خیلی از کاربران. امروز هم دلیلش رو توضیح میدم، هم کامل حلش میکنیم. در آپدیت های جدید ویندوز یک سیاست امنیتی به اسم اکانت لاکاوت سختگیرانه تر شده. یعنی اگه چند بار پسورد رو اشتباه بزنید، ویندوز حساب شما رو موقتاً قفل میکنه. این رفتار در نسخه پرو و هوم فرق داره و روش حلش هم متفاوته. چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که شما ویندوزتون رو جدیداً آپدیت کردید. من این ویندوز رو تازه نصب کردم و آپدیتش نکردم. اول میخوام ورژن آپدیت نشده ویندوز رو نشونتون بدم. برای این کار دکمه های ویندوز و آر رو همزمان بگیرین و تایپ کنین وینور. این نسخه ویندوز منه که هنوز آپدیت نشده. من میخوام با این ویندوزی که هنوز آپدیت نشده چند بار پسورد رو اشتباه بزنم تا ببینم اکانتم قفل میشه یا نه. برای همین ساین اوت میکنم و پسورد رو میزنم. من به اشتباه پسورد وارد میکنم. 2 3 4. خب ببینین اینجا متوقف شد و همینجوری میمونه. حالا من دستگاه رو ریستارت میکنم. خب دستگاه ریستارت شد. من یه بار دیگه پسورد رو اشتباه میزنم و حالا پسورد رو درست میزنم. ببینین بدون مشکل وارد شد. خب ویندوز من بدون آپدیت بود. حالا من ویندوز رو آپدیت میکنم. خب من ویدیو رو قطع میکنم تا آپدیتش رو انجام بده و دوباره برمیگردم. خب ویندوز آپدیت شد. با هم ورژن ویندوز رو نگاه میکنیم. کلیت های ویندوز و آر رو همزمان فشار بدیم و تایپ میکنیم وین ور. این هم نسخه آپدیت شده ویندوز. من ساین اوت میکنم و دوباره پسورد اشتباه میزنم. یک 2 3. خب این پیغام با هم میبینیم. The referenced account is currently locked and may not be logged onto. و من حتی اگه پسورد درست هم بزنم دیگه وارد نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ معمولا ویندوز تو آپدیت های جدید میزنه که 30 دقیقه باید صبر کنیم و دوباره وارد بشیم. خب من 30 دقیقه صبر میکنم و دوباره سعی میکنم وارد بشم. نیم ساعت گذشت، پسورد وارد میکنم و وارد میشه. میبینید که وارد شد. خب حالا چجوری مشکل رو حل کنیم؟ در ویندوز پرو و ویندوز هوم حل این مشکل با هم فرق داره. در ویندوز پرو ما باید بریم توی لوکال سکیوریتی پالیسی. خب برای این کار ما همزمان کلیدهای ویندوز و آر رو میزنیم و تایپ میکنیم secpool.msc و اینتر. این پنجره برای ما باز میشه که لوکال سکیوریتی پالیسیه. سکیوریتی ستینگ، قسمت اکانت پالیسیز، اکانت لاکاوت پالیسی. خب اینجا چند تا گزینه داریم. ببینین قسمت اکانت لاکاوت دیوریشن روی 30 دقیقه است. این یعنی بعد از تعدادی که به ما مجوز زدن پسورد رو داریم، اگر پسورد درست رو وارد نکنیم 30 دقیقه باید صبر کنیم تا بتونیم دوباره پسورد بزنیم. در قسمت بعد اکانت لاکاوت تریشولد
زده 3، یعنی ما 3 بار میتونیم پسورد اشتباه رو وارد کنیم. بعد از اون 30 دقیقه باید صبر کنیم تا بتونیم دوباره پسورد بزنیم. در قسمت بعد هم روی اینیبله. اگر ما اینو دیزیبل کنیم کلا این امکان از بین میره، ولی به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه چون امنیت سیستم شما به خطر میفته. پس این روی همین اینیبل باشه، ولی ما گزینه‌های دیگر رو تغییر میدیم. مثلا این 3 بار رو تبدیل میکنیم به 6 بار. من خودم معمولا روی 5 یا 6 میذارم، ولی حالا شما اگه دوست داشتین روی 10 بذارید. یعنی 10 بار میتونیم پسورد رو اشتباه بزنیم. قسمت بعدم به جای 30 بذارین مثلا روی 5 دقیقه یا روی 10 دقیقه، که حالا ما فعلا روی 5 میذاریم. خب الان تموم شد. 10 بار میتونیم پسورد اشتباه بزنیم و اگر 10 بار رو اشتباه زدیم 5 دقیقه ویندوز حساب کاربری ما رو قفل میکنه تا بتونیم دوباره پسورد وارد کنیم. خیلی خوب. این حل مشکل توی ویندوز پرو. اما توی ویندوز هوم فرق میکنه. توی ویندوز هوم ما لوکال سکیوریتی پالیسی رو نداریم که بتونیم توش این کار رو انجام بدیم. خب باید چیکار کنیم؟ ما توی ویندوز هوم 2 تا روش داریم که بتونیم این مشکل رو حل کنیم. روش اول از رجستری هست. ما همزمان دکمه های ویندوز و آر رو میزنیم و تایپ میکنیم رگ ادیت. این صفحه رجستری ویندوز هست. خب میریم به این مسیری که دارین نگاه میکنین. HK Local Machine System Current Control Set Control LSA. خب در این قسمت ما باید یک مقدار درست کنیم، یک مقدار بسازیم. در این قسمت خالی راست کلیک کنین، نیو دیورد 32 بیت. به همین صورتی که من تایپ میکنم شما هم تایپ کنیم. به حروف بزرگ و کوچیک هم دقت کنین. لیمیت بلانک پسورد یوز و اینتر. بازش میکنین. این مقدار باید روی 0 باشه. اوکی. و با این کار سیاست سختگیرانه قفل شدن حساب غیر فعال میشه. اما روش دوم با پاورشل هست. دکمه ویندوز رو بزنین و تایپ کنین پاورشل. روی ویندوز پاورشل راست کلیک و ران از ادمینیستریتور رو بزنید و در اینجا این صفحه پاورشله که شبیه صفحه کامند پرامپت هست. این چیزی که من می نویسم رو شما هم تایپ کنید. net account فاصله slash lookout threshold کالن 0 اینتر. خب پیغام ساکسسفولی هم داد و تمام. این دستور دقیقاً همون کاریو میکنه که در نسخه پرو انجام دادیم، فقط از طریق خط فرمان. اگر ویندوز شما پرو بود از لوکال سکیوریتی پالیسی استفاده کنید. اگر هوم بود از رجستری یا پاورشل. هر دو نسخه کاملا تست شده و مشکل رو برای همیشه حل میکنه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست داشتید لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.